میگن مردایی که زن چاق دارن ازدواجشون 10 برابر بقیه شادتره. یعنی زنت هر چقدر چاقتر، کلسترولش بیشتر، ازدواجتون شادتره. حق هم دارن، چون زنای توپل هم مهربونن هم دستپختشون خوبه. مثلا فکر کن زنت لاغره، بعد چکت برگی خورده باشه، کرایه خونه نداده باشی، بعد میای خونه جلو سالاد میذاره میگه ما رژیم. خب بدبختی تو فراموش نمی‌کنیم. ولی زن توپل نه، یعنی تحت هر شرایطی، وسط جنگ هم باشه، این غذای چرب و چیلش آماده است، بهت میگه ولش کن بیا یه لقمه غذا بخور. یعنی هیچ اتفاق تلخی مانع پخت و پزش نمیشه. تازه تکیه‌گاه خوبی هم هست، همه جاش توپل نرمه، هر جا سرته بذاری آرامش پیدا میکنی، خوابت میره. ولی زن لاغر نه، استخوناش تیزه، نمیشه تکیه کنه، اذیت میشه گرم. توپلا شما منبع شادی هستی، قدر خودتون بدون.